خب دوره رو با یه سوال اساسی و بنیادی شروع میکنم، سوالی که خیلی از مدرسای موسیقی و خیلی از فعالان حوزه موسیقی به راحتی ازش عبور میکنن و بررسیش نمیکنن. سوال این هستش که موسیقی چیست؟ خیلی جواب مختلفی دارن در این رابطه. یه سری معتقدن که موسیقی غذای روحه، یه سری معتقدن که یه ابزاریه برای بیان احساسات و خیلی جوابای مختلفی داره که همشون هم درسته، هیچ کدوم غلط نیست، ولی جواب اساسی که من واسه این سوال پیدا کردم این هستش: موسیقی هنر و دانش چیدمان صداها و سکوتها در زمان است. خب ما چند تا کلمه خیلی مهم داریم توی این جواب. اولیش هنره. هنر چیست؟ خب جواب این سوال مثل سوال اول که موسیقی چیست خیلی جوابای مختلفی داره، خیلی ها نظرات مختلفی دارن در این رابطه که هنر چیست، ولی جوابی که من بهش رسیدم اینه: هر پدیده انسان ساختی که توش مسائل زیبایی شناسی حائز اهمیت باشه هنر به حساب میاد. خب کلمه مهم بعدی دانش هستش. دانش چیه؟ هر چیزی که احتیاج به مطالعات داشته باشه، قواعد داشته باشه و توش محاسبات ما داشته باشیم، فیزیک داشته باشیم، دانش محسوب میشه. موسیقی در واقع هم هنر به حساب میاد چون که هم انسان ساخته، هم زیبایی شناسی توش مطرحه و هم دانش به حساب میاد. چرا؟ چون که یه سری اصول و قواعد داره و از این دو جنبه حائز اهمیت و قابل بررسیه. خب کلمات مهم بعدی: صداها، سکوتها و زمان. صدا چیه؟ صدا یه ارتعاشیه که از یک منبع صوتی تولید میشه و به گوش انسان میرسه و مغز اونو تفسیر میکنه به صدا. حالا ما زیاد کاری نداریم که صدا چجوری به وجود میاد، این بحث رو برمیگرده به فیزیک صوت که خیلی لازم نیست ما به عنوان موزیسین خیلی ریز بشیم توش. در همین حد که صدا رو بشناسیم، بدونیم صداها با هم دیگه چه فرقی دارن کفایت میکنه. فقط در همین حد بدونید که صدا یک پدیده فیزیکی که توسط مغز ما درک میشه. سکوت چیه؟ ما چیزی به اسم سکوت نداریم. در واقع عدم وجود صدا میشه سکوت. همونطوری که ما چیزی به اسم سرما نداریم، عدم وجود گرما میشه سرما. چیزی به اسم تاریکی نداریم، عدم وجود نور میشه تاریکی. خب کلمه بعدی زمان هستش. خب همه ما میدونیم زمان چیه. زمان توی موسیقی از اهمیت بالایی برخورداره. زمان مثل یک کمدیه که ما توی صداها رو قرار میدیم. مدیریت کردن زمان در موسیقی یکی از مباحث خیلی مهمه. هر صدا و سکوتی که ما میشنویم یه ارزش زمانی داره و چه توی آهنگسازی چه توی بحث نوازندگی، خوانندگی باید بتونیم اینا رو مدیریت کنیم که یک سری اصول داره که راجع بهش مفصلا صحبت میشه. خب سوال بعدی این هستش که هدف و کاربرد موسیقی چیه؟ خب برای هر علم و هنری ما یه توجیه و جوابی داریم. مثلا برای معماری میگیم هنر ساخت فضا برای انسان ها. انسان نیاز به فضا داشته، اومده این علم رو به وجود آورده بر اساس نیازش. یا پزشکی علمی که بر اساس نیاز انسان به وجود اومده. در مورد موسیقی من خودم به شخص خیلی این سوال بسم بود که اصلا موسیقی کاربردش چیه، بود و نبودش چه فرقی داره و به این نتیجه رسیدم که موسیقی یک ابزار خیلی قدرتمند برای انتقاله. حالا انتقال مفاهیم میتونه باشه، احساسات هم میتونه باشه که این احساسات طیف خیلی گسترده‌ای دارن، از غم و شادی گرفته تا اعتراض. موسیقی و به طور کلی هنر مثل نقاشی و اینا ابزاری برای ارتباط بین انسان ها. همونطوری که میدونید موسیقی و مثل نقاشی اینا از زمان خیلی قدیم قبل از اینکه اصلا زبان اختراع بشه بوده و ابزاری بوده برای ارتباط بین انسان ها. مثلا
آدم ها وقتی میخواستن یه چیزی رو به بقیه بگن نقاشی میکشیدن رو دیوار یا از صداهای مختلف استفاده میکردن برای انتقال مفاهیم مختلف و همین قضیه قدمت هنر نقاشی و موسیقی رو داره نشون میده به ما و بر این اساس هدف و رسالت کلی هنرهایی مثل موسیقی و نقاشی ارتباط بین انسان هاست، انتقال مفاهیم با چاشنی احساسات و ایجاد ارتباط بین انسان ها، ایجاد همبستگی بین آدم ها، انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگه یا از یه نقطه جغرافیایی به یه نقطه جغرافیایی دیگه و گاهی برای هدایت گروهی آدم ها به سمت یه هدف خاص از هنر علل خصوص موسیقی استفاده میشه و به طور کلی اینا میشه اهداف هنر علل خصوص موسیقی. و حالا موزیسین کیه؟ موزیسین هر شخصی که توی حوزه موسیقی فعالیت کنه، از آهنگساز گرفته تا خواننده، نوازنده، مدرس دانشگاه یا مدرس خصوصی فرقی نداره و هر کسی که با مفاهیم موسیقیایی سر کار داشته باشه رو بهش میگیم موزیسین که خیلی طیف گسترده‌ای شامل میشه که بعداً به تفصیل راجبشون صحبت خواهیم کرد. خب این از پارت اول این فصل بعدی راجب صدا صحبت میکنیم که اصلی ترین عنصر موسیقیه و بررسیش میکنیم. با ما همراه باشید.